هر وقت بخواهد الله متعال این زمین را دگرگون می کند. کسی توانی ندارد اعتراض بکند، جلوش را بگیرد. در محکمترین کاخ هم باشد، در ولو کنتم فی بروج مشیده، همونجا سراغت میاد. اگر الله متعال مقدر کرده همونجا سراغت میاد. یا اینکه الله متعال چنان که مشاهده میکنیم در زلزله‌های اخیر در کشور ترکیه و سوریه، بعد از چند روز اطفالی رو از زیر آوار در میارند، زنده هست. این هم بازم قدرت الله متعال هست. قادر هست زیر چندین تن آوار طفلی را، نوزادی را زنده نگه دارد و کسی را در بالاترین نقطه از ساختمان اونجا موت بدهد. قدرت دارد. ما نمیتوانیم به زلزله زدگان ترکیه و سوریه کمک برسانیم، اما میتوانیم برای هموطنان خودمان در آذربایجان، برادران خواهران ما در این سرما چی میکشند. زمانی که سیل شد در بلوچستان، چقدر ما شما اظهار همدردی میکردیم. آنچه در توان داشتیم همه بسیج شدیم همکاری بکنیم. خود مردم البته مسئولین وظیفه دارند که نسبت به امورات مردم وقت حوادث رسیدگی بکنند، کمک بکنند. در حال کوتاهی هست متاسفانه، و آنچنان که باید رسیدگی بشه نمیشه و مردم دچار مشکل هستند برای آب و آشامیدنی، برای خورد و خوراک، برای پوشاک، برای مسکن، برای همه چیز. پس امروز ما اختصاص دادیم عزیزان برای اظهار همدردی با زلزله زدگان شهرستان خوب و آذربایجان. برادران خواهران ما دچار مشکل شدند و از باب انسانیت اقتضا می کند که ما مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثال مؤمنین در اظهار همدردی، شفقت، مهربانی با همدیگر مانند یک جسدی هست. بنی آدم اعضای همدیگرند، در آفرینش یک فکرند. چو عضوی را به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید نامت نهند آدمی. این انسانیت نیست که ما بی تفاوت باشیم. باید اظهار همدردی بکنیم با برادران خواهرانمون در کشور خودمان و برای اونایی که در این حوادث کشته شدن الله متعال درجه شهادت نصیب بگرداند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند صاحب الهدم شهیدان، اون کسی که زیر آوار وقت زلزله کشته بشه درجه شهادت دارد.